چرا انقدر بلاگرای کادر درمان به قولی مینالن و از رشته و شغلی که دارن در واقع ناراضی هن؟ چرا انقدر به کادر درمان فشار میاد؟ آیا از قصد؟ چرا اینو میگن؟ ببینید، یه سری افرادی هستن که میان و لای یک سری از حقایق یه سری موارد رو بر علیه این سیستم ترویج میکنن و با دروغ و راست قاطی میکنن که با نقش‌های سیاسی میان و وقتی هم که مثلا مثل امثال قوم توی مجلس رأی نمیارن میرن کانادا و از صفحه ایران خارج میشن. ولی یه سری بیمارا هم واقعا بر اساس اون اشتباهات کادر درمان که اونم حالا دلایل خودش رو داره و بررسی میکنیم در واقع حق میدن و معترضن. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، سالمندان و افرادی که سن بالایی دارن بیشترین مصرف کننده های خدمات درمانی و بیمه ها هستن و بیشترین هزینه رو تحمیل میکنن. ولی خب حق دارن، زحمت کشیدن، زمان گذاشتن، پول پرداخت کردن. ولی طبق آماری که خود مجلس هم داده، بیش از 90% صندوق‌های بازنشستگی یا ورشکسته هستن یا کاملا وابسته به بودجه خود دولت. و خود دولت با کسری بودجه‌ای که داره باید به شکلی به سمتی پیش بره که بتونه این رو به طرق یا کاهش بده یا جبران کنه. یکی از این راه‌ها افزایش سن بازنشستگی که قطعاً شنیدید در یه سری از سازمان‌ها یا اصلا بیمه نمی‌کنن. دومین چیز اینه که به صورت غیر مستقیم و غیر رسمی باعث بشن که سالمندا به قولی فوت بکنن. با کاهش کیفیت خدمات درمانی باعث این قضیه بشن. چطور؟ با افزایش فشار به کادر درمان. چطور؟ با عدم پرداختی به کادر درمان و اون حقوقی که لایقشونه و راههایی که باعث عدم در واقع اعتماد مردم به کادر درمان بشه و رویارویی این دوتا، انگار که دوتا گروه مختلفن انگار در صورتی که نیستن، و اینا باعث میشه که در واقع اون سیستم کادر درمان فرسوده و خسته بشه و دیگه کم کم به این فکر باشه که فقط به فکر خودش باشه و در واقع باعث میشه که متاسفانه سالمندا فوت بکنن. و با این فوت دو تا اتفاق میفته. یکی این که خب هزینه‌ها کمتر میشه و دومی که از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی وقتی یکی از بزرگ خاندانی یا خانواده فوت میکنه، اون خانواده ترویج پیدا میکنه به فرزند آوری. پس مراقب بزرگتر خودتون باشید و امیدوارم که این موارد در آینده به قولی اصلاح بشه. مرسی.